خبر هستین امی وقتا خیلی شلوغی شده، اشاره ترافیکی نداریم، خیلی مردم پازابه، ولی خودم که هستم هر وقت از وظیفه که میایم وظیفه خلاص میشه پس میرم درس و به درس به وقت نمیتونم به وقت برسم. خیلی مشکلات هستن، مردم رنج میبره، خیلی پازاب میشه. اگر اشاره باشه خیلی خوب میشه که سیستم ترافیکی خیلی منظم میشه. امیر کم خود نشده که مثلا حادثه پیش شده ولی وقت زیاد میگیره. یک جای اگر بخواهی که تو زود خود را برسانی با مو وقت نمیتونی اوجا برسی، خیلی به مشکلات میفتی. چون امیر روزا خیلی مشکلات شلوغی هستن، به این خاطر مشکلات زیادی هستن. اقدام معلومه امی اشاره ترافیکی باشه، نظم باشه، اگر امی کار باشه خیلی خوب میشه برای مردم، برای شهروندان هرات خیلی خوب میشه که اشاره جور شه و انشالله کلا سیستم منظم میشه انشالله. خیلی رنج میبریم برادر از اشارات ترافیکی که هست، اونا قانونی باید ترمیم شود، تیار شد. به خاطر پیاده هم خوبه، به خاطر سکل هم خوبه، به خاطر سچرخ هم خوبه، به خاطر خود ترافیک هم خوبه، به خاطر ملت هم خوبه. دیگه این مشکل ترین کلون مشکلیه با ما که این چراغ ترافیکی مار نیه که مار شبیتره. گفتم به هم مگی راحتیه، حتی پیاده که از سرک تیر میشه برای از راحتیه. از 4-5 سال میشه به میل این کار میکنن، اسکام قبلا نوعد بدیم مالی بره. خیلی والله بیخی با هم شار شده، شهر چراغ نیه، امکانات نیه، بالاخره تیل گرون شده، هر طور که سعی کنیم بالاخره بیخی با هم شده، کار غریبی نیه اصلا. والله به سر اقتصاد ما زیاد فشار میگه، چی که چهار طرف چراغا وصل بود حالا هم خراب شده. ما زیادتر از دولت خواهشمند به زودترین فرصت ساعت 14 چراغا رو نصب کنه. چراغا هم با ما خوبه، هم با امیر پیاده خوبه. وسیله زیاد شده، بیرون شدیم با موتورسایکل یا موتر، اگه کنار یک دریور ششته بودیم از این رنج بردیم. از ازدحام زیاد، چون بیروبارها شده، موتورهای دست پاکستان زیاد به ایراد شده، از این زیاد رنج بردیم. بله چرا نه، هر وسیله یا فردی که از طرف مدیریت ترافیک موظف میشه در چوکا و وسایلی که از قبیل همه اشاره‌های ترافیکی در سر چوکا نصب میشه، برای کاهش از این ازدحام یا ترافیک خیلی موثر میتونه تمام بشه. بله زیاد که هر روز ما سر وظیفه میرون به اینا برخوردیم. متاسفانه در سرچوکا و چراغ‌های ترافیکی وجود داره، از 100 تا چراغ ترافیکی یکی یا دو تا کار میده. اینا رو به گونه درست نیه و یکی از این مدیریت درست از اینا باید صورت بگیره، کلا چراغ‌های ترافیکی که هسته معیاری درست ساخته بشه تا اینکه که شهروندان از این بتونن از این امکانات وضع شده مستفید بشن.
چراغ‌های ترافیکی مکلفیت ریاست محترم شارولیه. اخیراً توسط یک شرکت به داوطلبی گذاشته شده. به اون شرکت کار رو چراغ جریان داره. موثریت چراغ‌های ترافیکی رو اینه که به شکل اتومات جریان تنظیم ترافیک تنظیم میکنه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.